سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با ویدیویی از چنل زورکس گیمینگ. خوش اومدید. ویدیو امروز اومدیم که آموزش فعالسازی 90 FPS برای تمامی گوشی‌های اندروید رو بهتون آموزش بدیم که بتونید بدون هیچ لگی و فریز شدنی راحت بازی کنید و از بازیتون لذت ببرید. پس حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید، چون بعد آموزش یک گیم پلی قرار داده میشه که توش بدون هیچ لگی بازی میکنیم. وبکم هم براتون گذاشتم که ببینید دیگه. خلاصه اینجوری. و اینکه داخل گیم پلی یک کد قرار داده میشه که اونو طبق معمول به ادمین میفرستید و ادمین براتون فایل 90 FPS رو میفرسته. بدون هیچ معطلی بریم سراغ آموزش. Let's go. خب بچه، برای فعالسازی 90 FPS اون فایلی که از ادمین دریافت کردید و ذخیره در دانلود ها میکنید. و بعد اینکه ذخیره در دانلود کردید میرید وارد برنامه زدارچیور میشید، پوش دانلود و تلگرام. فایل مربوطه رو یه بار روش کلیک میکنید و گزینه استرک هیر رو میزنید تا پسورد رو که اینجا پسوردش زورکسه رو وارد کنید. اوکی رو میزنید و برامون یه فایل جدید باز میشه که به اسم 90 FPS زورکسه. میریم داخل پوشه و اینجا هر گرافیکی که بخواید HD، HDR، اسموت، اولترا HD هستش که میزنید رو هر کدوم که دلتون خواست. ما مثلا میزنیم روی HDR. نه اینجوری که نه، یه بار میزنیم روش. فایل اکتیو ساو برامون میاره که اونو یه بار فشار میدیم روش و کپیش میکنیم و از قسمت بالا وارد حافظه تلفن میشیم، اندروید دیتا، و بعد میایم پایین پوشه com.tencent.ig رو پیدا میکنیم و میزنیم روش و میریم بخش فایلز، U4 گیم، شادو ترکر، دوباره شادو ترکر، سیود، و میایم پایین گزینه سیو گیمز رو پیدا میکنیم و میریم داخلش و اینجا از دکمه پایین، دکمه زرد رنگ، فایل مورد نظر رو پیست میکنیم و برامون 90 FPS فعال میشه. به همین راحتی 90 FPS برامون فعال میشه و میتونیم الان بریم وارد بازی بشیم و بدون هیچ لگی و فریز شدنی بازی کنیم. بریم سراغ گیم پلی. Let's go.